سلام به همگی. امروز میخوایم با هم بریم سراغ یکی از قشنگترین معماهای طبیعت. اینکه واقعاً چه اتفاقی میفته که برگ‌ها توی پاییز این همه رنگ‌های شگفت‌انگیز به خودشون میگیرن. خب حتما هممون از دیدن این منظره ها لذت بردیم نه؟ ولی تا حالا از خودتون پرسیدین که این رنگ‌های آتیشی و طلایی واقعاً از کجا میان؟ جالبه بدونید که این فقط یه تغییر ساده نیست، یه داستان علمی خیلی جذاب پشت این ماجرا قایم شده که قراره با هم کشفش کنیم. خب، برای اینکه راز پاییز رو بفهمیم، اول باید برگردیم به تابستون، یعنی وقتی که همه جا سبز و برگ‌ها رنگ همیشگیشون رو دارن. ببینید، قهرمان اصلی فصل تابستون یه چیزیه به اسم کلروفیل. کلروفیل یه رنگدونه خیلی قدرتمنده که توی هر برگ مثل یه کارخونه کوچولو کار میکنه. در واقع همون چیزیه که اون رنگ سبز و با تراوت بهار و تابستون رو به برگا میده. اما کار کلروفیل فقط رنگ کردن برگ‌ها نیست. یه کار خیلی مهمتر هم انجام میده که بهش میگیم فتوسنتز. یعنی چی؟ یعنی درخت با کمک کلروفیل نور خورشید رو میگیره و برای خودش غذا درست میکنه تا بتونه زنده بمونه و رشد کنه. پس کلروفیل در واقع همون موتور کارخونه غذاسازی درخته. خب، حالا یه سوال جالب. چرا برگ‌ها رو اصلا سبز میبینیم؟ فکر کنید کلروفیل مثل یه فیلتر هوشمنده. نور خورشید از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده. درسته؟ کلروفیل برای درست کردن غذا نورهای قرمز و آبی رو جذب میکنه. ولی خب به نور سبز احتیاجی نداره. برای همین نور سبز رو بازتاب میده، یعنی پس میفرسته. و اون نوری که بازتاب میشه دقیقاً همون چیزی که به چشم ما میرسه و باعث میشه ما برگ‌ها رو سبز ببینیم. به همین سادگی. همه چیز همینطور خوب و سبز پیش میره تا اینکه پاییز از راه میرسه. و پاییز با خودش یه سری سیگنال‌ها و پیام‌های جدید میاره که به درخت میگه وقتشه برای یه فصل سخت‌تر آماده بشی. این سیگنال‌ها چی هستن؟ خب، دو تا چیز اصلی. روزها کوتاه‌تر میشن و هوا هم سردتر میشه. این دوتا برای درخت مثل یه زنگ خطر میمونن که میگن هی، زمستون داره میاد، باید انرژی رو ذخیره کنی. و اولین قدم برای ذخیره انرژی چیه؟ تعطیل کردن کارخونه‌های غذاسازی، یعنی همون برگا. و دقیقاً همینجاست که معمای ما کم کم حل میشه. وقتی درخت تصمیم میگیره کارخونه‌هاش رو تعطیل کنه، اولین اتفاق برای قهرمان داستان ما، یعنی کلروفیل، میفته. درخت وقتی پیام‌های پاییز رو دریافت میکنه، یه تصمیم خیلی هوشمندانه میگیره. به خودش میگه خب تولید کلروفیل خیلی انرژی میبره. توی زمستونم که نور خورشید کمه، پس دیگه تولید کردنش به صرفه نیست. برای همین تولید کلروفیل جدید رو متوقف میکنه. نکته اینجاست که کلروفیل یه ماده خیلی پایدار نیست و خیلی زود از بین میره. پس وقتی تولیدش متوقف بشه، اون مقدار کلروفیل هم که توی برگ‌ها مونده به سرعت تجزیه میشه و با از بین رفتن کلروفیل، اون ماسک سبزی که تمام تابستون روی برگ‌ها بود، آروم آروم محو میشه. و حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. فکر کنید اون پرده سبز داره از روی صحنه کنار میره و حالا نوبت بازیگرای دیگه‌ایه که روی صحنه بیان. بازیگرایی که جالبه بدونید تمام مدت اونجا بودن ولی ما نمیدیدیمشون. این بازیگرای جدید کاروتونوئیدها هستن. کاروتونوئیدها رنگدانه‌هایی هستن که رنگ‌های زرد و نارنجی رو درست می‌کنن و نکته فوق‌العاده جالب اینه که اینها برعکس کلروفیل تمام بهار و تابستون توی برگ‌ها وجود داشتند، اما چون رنگ سبز کلروفیل خیلی قوی‌تر بوده، زیر اون رنگ سبز پنهان شده بودند. و این خود راز ماجراست. میبینید رنگ‌های بی‌نظیر پاییز رنگ‌های جدیدی نیستن که بیهو به وجود بیان. اونها تمام مدت اونجا بودن، فقط دیده نمی‌شدن. پاییز این رنگ‌ها رو نمی‌سازه، فقط اونها رو به ما نشون میده. در واقع اونها رو آشکار میکنه. خب پس بیایید یه مرور سریع روی این داستان قشنگ داشته باشیم. این در واقع داستان دو نوع رنگدونه است که هر کدوم توی فصل خودشون ستاره نمایش میشن. این جدول خیلی خوب همه چیز رو نشون میده. از یه طرف کلروفیل رو داریم، قهرمان سبز رنگ بهار و تابستون که کارش غذاسازیه. از طرف دیگه کاروتنوئیدها رو داریم، هنرمندای پنهان با رنگ‌های زرد و نارنجی که وقتی کلروفیل از صحنه میره کنار، توی پاییز فرصت پیدا میکنن که بدرخشن. پس راز بزرگ پاییز همینه.
اون رنگ‌های درخشان و خیره کنندش تمام تابستون زیر یه نقاب سبز قایم شده بودن. و این چقدر قشنگه نه؟ نشون میده طبیعت چقدر پر از شگفتی‌های پنهانه. دفعه بعدی که توی پاییز قدم میزنید و محو تماشای این رنگ‌ها میشید، یادتون باشه که شما دارید یه رونمایی بزرگ رو تماشا میکنید، نه فقط یه تغییر ساده. و آدم به این فکر میفته که دیگه چه رازهای شگفت‌انگیز دیگه‌ای همین الان جلوی چشم ما پنهان شدن.